اگر امروز یک قرآنی رو یک آمریکایی، یک مرتد مثلا ایرانی، افغانی، تاجیک یا هر کسی دیگری در گوشه ای از دنیا آتیش بزنه، مثلا قرآن رو در قندار در توالت انداختن، در بگرام آتیش زدن، همه خیابان‌های پاکستان و افغانستان مردم ریختن، آی آی قرآن رو آتیش زدن، مرگ به فلان، مرگ به فلان. کار خوبی است، کار بدی نیست که ما در مقابل کتاب الله غیرت داشته باشیم. اما ما بدتر از کاری که اونا کردن انجام میدیم، اما برای خودمون تظاهرات نمی کنیم. کاری که ما انجام میدیم بدتر از کاری است که اونا انجام میدن. اونا اگر قرآن رو آتیش میزنن به قرآن اعتقاد ندارن. ما به همین قرآن اعتقاد داریم، ایمان داریم، قبولش داریم، اما در زندگی ما 1% هم پیاده نمیشه. اوامرش رو زیر پا میگذاریم. میگه دروغ نگو، دروغ میگیم. میگه شراب نخور، شراب میخوریم. میگه که خیانت نکن، خیانت میکنیم. میگه غیر از الله چیزی رو نخوا، ما میخوانیم. این قرآن در زندگی ما پیاده نمیشه. اوامر و نواهی این قرآن رو ما اصلا بهش اعتنا نمی کنیم. فرق بین من که این گونه با قرآن برخورد میکنم و با اون که قرآن رو آتیش میزنه چی است؟ آیا جرم من بدتر نیست؟ الله سبحانه و تعالی، رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ جایی از آتیش زدن قرآن، از پاره کردن قرآن شکایت نکردند. اما از کسانی که به قرآن به عنوان یک روش و راه و قانون و دستور و منهج زندگی بهش عمل نکردن، از اونها شکایت کردن. دوستان عزیز این رو نشون بدید. و قال الرسول یا ربی، و پیامبر درد دلشو به الله میگه، داد میزنه، میگه یا ربی این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قوم من، امت من این قرآن رو رها کردن. هجر یعنی چی؟ میگیم مهاجر شد، یعنی از وطنش دور شد. وقتی که میگه که اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو از خودشون دور کردن، از این قرآن دور شدن. میگه از وطنش مهاجر شد، از خانهش رو مهجور قرار داد. یعنی چی؟ یعنی دیگه به خانهش رفت آمد نمیکنه. پیامبر به الله شکایت میکنه، شکایت از کسی که قرآن رو آتیش زده نمیکنه، شکایت از کسی که قرآن رو به توالت انداخته نمیکنه، شکایت از کسی میکنه، از امتی میکنه که این قرآن رو مهجور قرار دادن، در زندگیشون بهش عمل نمیکنن. این قرآن رو کی ما ازش استفاده میکنیم؟ کسی اگر مرد، حالا 4 تا قاری رو بیارید که سر مرده ما 40 یاسین بخوانن، فکر میکنن که با این کارشون میره وارد بهشت میشه. در تعلیم ما قرآن نیست، در اخلاق ما قرآن نیست، در سیاست ما قرآن نیست، در زندگی ما قرآن نیست، در عقیده ما قرآن نیست، در رفتار ما، کردار ما. قرآن در کجاست برای ما؟ شب رمضان که شد، والله در رمضان 3 تا ختم کردیم، 4 تا ختم کردیم. چه فهمیدی از این قرآنی که تو ختم کردی؟ عمل کردی به آیاتش در زندگی خودت؟ نه. طرف که مرد در طول زندگی شراب و کباب و فسق و فجور و بد اخلاقی و بیدینیش زبان زد خواستم، بعد از اینکه مرد 40 تا قاری رو بیار که 40 تا ختم بکنه براش. والله اون ختم به کمر اون مردم میزنه، به کمر تو هم میزنه که پول تو در این راه خرج میکنی، و به کمر اون قرآن فروشایی که میان اونجا قرآن میخوانن و در مقابلش پول میگیرن. این قرآن منشور زندگی است، این قرآن دستور زندگی است، این قرآن برای این است که زندگی ما رو خوب بکنه. اما تا لحظه مرگ این قرآن هیچ تأثیری در زندگی ما نداره. تأثیر قرآن بنابر اعتقاد ما بعد از مرگ شروع میشه. وقت جان کندن قرآن بخوان، در قبر ماندن قرآن بخوان، سر قبرش قرآن بخوان، بعد از اینکه خانه آمدی تا 3 روز 4 روز تا 10 روز قرآن بخوان، روز 40ش قرآن بخوان، سالگردش قرآن بخوان. یعنی چی؟ از یک کتاب زنده درست کردیم کتاب مرده ها. و جای بسیار تأسف است که یک نفری تفسیر قرآن درس بده، قرآن درس بده برای مردم و خودش به اعمالی مبتلا باشه که در او شرک است. پس اینو میرسونه که این قرآن رو با دقت نخواندیم، با تفکر نخواندیم، با تدبر نخواندیم، توجه نکردیم به این قرآن. اون اگر با آتش زدن به قرآن توهین میکنه، ما با نافرمانی به قرآن توهین میکنیم.
اوامر قرآن زیر پا میشه، هیچ کس از خودش هیچ حرکتی نشان نمیده، اما قرآن آتیش زده میشه همه میخیزن در خیابان ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه پرسید آیا مؤمن زنا میکنه؟ گفت بله. آیا مؤمن فلان عملی رو انجام میده؟ بله. آیا فلان عملی رو انجام میده؟ بله. آیا مؤمن دروغ میگه؟ فرمودن نه، مؤمن دروغ نمیگه. امروز چند درصد از مسلمان ها دروغ نمیگند؟ خیانت نمیکنن. سبب چیه؟ سبب چون قرآن در زندگی ما پیاده نمیشه. بالای سر عروس و داماد قرآن میگذاریم، تاقچه بالای خونه قرآن میگذاریم، رو داشبورد ماشین قرآن میگذاریم، گردنبند آیت الکرسی نصب میکنیم. ما خودمون قرآن رو دفن کردیم، ما خودمون قرآن رو نابود کردیم، ما خودمون قرآن رو کشتیم. پس حق داره پیامبر شکایت بکنه. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حافظ قرآن داریم، حافظ 30 جزء قرآن رو در سینه خودش حفظ داره، اما از همین قاری هم الله متعال در پیشگاه الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت میکنه که این حافظ قرآن رو مهجور قرار داده، چون که در زندگیش این قرآن هیچ تأثیری نداره. فرق قاری که این قرآن در زندگیش تأثیر نداشته باشه، حفظ قرآن بکنه یا حفظ کتاب داروین بکنه، چه فرقی میکنه؟ یک کتاب الحاد و شرک و کفر رو حفظ بکنه با قرآنی که حفظ بکنه و با او عمل نکنه، چه تأثیری داره در زندگی این شخص؟ چه نفعی داره این قرآن براش؟ پس ما مشکل من همین است که قرآن را میخوانیم، حتی تفسیرم میکنن، حتی درسم میدن، اما در عمل به قرآن صفر. چون که تفکر در قرآن نیست، تدبر در قرآن نیست، اجرای عملی آیات قرآن در زندگی نیست. صحابه نمیرفتن در ظرف 2 سال قرآن را ختم بکنن. صحابه میرفتن یک آیه را از پیامبر یاد میگرفتن، بعد میآمدن اون رو حفظ میکردن، در زندگیشون اجرا میکردن، بعد از اون میرفتن آیه دیگری رو حفظ میکردن. اما نه، ما 30 جزء قرآن رو حفظ میکنیم، به چند آیه عمل میکنیم در زندگی. الله اعلم.